در نیمه شب 9 آپریل سال 2022 دبنی اسکوبار، نوجوان 18 ساله‌ای که در مکزیک زندگی می‌کرد، ناپدید شد. 13 روز بعد جسد دبنی در مخزن آب متلی در شهر اسکوبدو پیدا شد. توی فاصله بین ناپدید شدن و پیدا شدن جسدش، عکسی مرموز و شوکه کننده توی فضای مجازی منتشر شد. عکسی که دبنی رو در شب به قتل رسیدنش در وسط جاده‌ای نشان میداد. بیاین با هم دیگه به شب حادثه برگردیم و قدم به قدم اتفاقات تا لحظه ناپدید شدنش بررسی کنیم. در 8 آپریل دبنی به همراه 2 از دوستانش با تاکسی اینترنتی به نام دیدی به مهمانی که در منطقه به نام ال دیامانته برگزار میشد رفت. اینو توی ذهنتون داشته باشین که دبنی با یکی از دوستاش 4 ماه قبل با اون یکی دوستش به نام ایوان همون شب آشنا شده بود. در بین راه اونا در مغازه‌ای توقف کوتاهی کردن تا ودکا بخرن. طبق فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته داخل مغازه، هر سه نفرشون نرمالن و همه چیز خوب به نظر میرسه، حداقل تا اون لحظه از شب. دقایقی بعد دبنی و دوستاش به مقصد رسیدن. با توجه به زمان برگزاری مهمونی و دیر وقت تموم شدنش، اونا شماره راننده رو که اسمش خوان دیوید بوده میگیرن تا اگر تاکسی گیرشون نیامد او به دنبالشون بیاد، که با توجه به تایم تموم شدن مهمونی و نبودن تاکسی اون موقع شب چیز غیر منطقی نبوده. طبق فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته که بیرون از محل برگزاری مهمونی قرار داشته، دبنی و دوستاش به گروه دیگه‌ای از افراد ملحق میشن و با هم دیگه وارد مهمونی میشن. اتفاقات عجیب از اینجا شروع میشن. حدوداً 10 دقیقه بعد، یعنی در ساعت 1:30 نیمه شب، دبنی رو می‌بینیم که تنها در حال خارج شدن از محل برگزاری مهمونی بوده. مشخص نیست که کجا میرفته و قصدش چی بوده. در همین حین عده‌ای از افراد دیگه که هویتشون مشخص نیست برای چند ثانیه اون رو نگاه میکنن و رد میشن. مدت کوتاهی بعد دبنی به مهمونی برمیگرده. با گذشت زمان دبنی رفتار عجیب و خارج از کنترل از خودش نشون میده. به عنوان مثال بی‌دلیل شروع میکنه فریاد زدن و حتی خودش رو توی دستشوی مردونه حبس میکنه. با ادامه دار بودن این قضیه، دوست دبنی یعنی ایوان با دیوید تماس میگیره که به دنبال دبنی بیاد و تا خونه برسونتش. در ساعت 3:45 نیمه شب دوربین مداربسته دبنی رو در حال بحث با یکی از افراد حاضر در مهمونی نشون میده. علت این بحث مشخص نیست، اما طبق چیزی که توی فیلم میبینیم دبنی به اون فرد سیلی هم میزنه. این قضیه توجه بقیه افراد حاضر در مهمونی از جمله دوستان دبنی رو به خودش جلب میکنه و اونها به سمت مشاجره میرن. مشخص نیست که چه اتفاقی اونجا میفته، اما میشه حدس زد که اونا میخواستن بحث رو تموم کنن. طبق چیزی که توی فیلم مشخصه، چند نفر از افرادی که اونجا هستن دبنی رو احاطه میکنن و سعی میکنن نذارن جایی بره. در همین حین تاکسی میرسه و دبنی در حالی که توی حال خودش نیست سوار ماشین میشه. دوست دبنی و شخص دیگه با راننده صحبت میکنن و مدتی بعد ماشین حرکت میکنه تا دبنی رو به خونه برسونه، که البته هیچ وقت این اتفاق نمیفته. دقایقی بعد دوربین مداربسته دیگه‌ای دبنی رو در حال جر و بحث با راننده نشون میده، در حالی که ماشین ایستاده و فاصله هم تا محل برگزاری مهمونی کمه. بعد از حدود 1-2 دقیقه تاکسی به حرکت خودش ادامه میده تا در نهایت در ساعت 4:25 به اتوبان نوع ولارادو میرسه. دبنی از دیوید میخواد که ماشین رو نگه داره. بعد از توقف ماشین دبنی از ماشین پیاده میشه و وسط جاده میایسته. دیوید که از این وضعیت خسته و احتمالاً گیج شده بوده به ایوان پیام میده و وضعیت رو براش توضیح میده. همینطور عکسی از دبنی میگیره و براش میفرسته، همون عکس معروف و دلهره‌آور. طبق گفته محلی‌ها جاده‌ای که دبنی اونجا ایستاده به هایوی آف دث یا اتوبان مرگ معروفه. دلیل این حرف آمار بالای افرادی که تو این جاده ناپدید شدن و به قتل رسیدن یا هیچ وقت پیدا نشدن. و البته اونجا متوجه درستی این حرف میشیم که مدت کوتاهی بعد از گرفته شدن این عکس دبنی هم ناپدید میشه. دیوید بعد از چند دقیقه صبر کردن و سوار نشدن دبنی اونجا رو ترک میکنه و دبنی رو در حالی که توی حال خودش نبوده در اتوبان مرگ تنها میذاره. دیوید که انگار کمی عذاب وجدان داشته به مدت 45 دقیقه بعدی با ایوان در ارتباط بوده و بهش توضیح میده که نمیتونسته به زور سوارش کنه چون کارش قانونی نبوده و میگه الان مسئولیت دوستاشه که برن کمکش کنن. حدود 10 ساعت بعد، یعنی در ساعت 2 ظهر، دیوید بازم به ایوان پیام میده تا ببینه در نهایت با دبنی چه کردن، اما ایوان خیلی کوتاه جواب میده که پیداش نکردیم و به خونه برنگشته. پدر دبنی گم شدن دخترش رو به پلیس گزارش میده و کل منطقه توسط پلیس و سگ‌ها و افراد داوطلب جستجو میشه، اما هیچ اثری از دبنی پیدا نمیشه. بررسی دوربین‌های مداربسته نشون میده که در ساعت 4:30 نیمه شب دبنی در حال عبور از کنار یک دفتر حمل و نقل بوده. چند دقیقه بعد دوربین‌ها رو در حال رد شدن از کنار متل نوئوا کاستیا نشون میدن که برای دقایقی توقف میکنه و از پنجره رستوران متل که تعطیل بوده به داخل نگاه میکنه. کمی بعد دبنی رفتار عجیبی از خودش نشون میده. او به گوشه باغچه متل میره و به مدت 20 دقیقه اونجا وای میسته و پنهان میشه. هیچ توضیحی برای دلیل این کارش وجود نداره. بعد از گذشت 20 دقیقه شروع به حرکت میکنه و از زیر دوربین خارج میشه. این آخرین لحظه ثبت شده از دبنیه و بعدش ناپدید میشه. طبیعتاً اولین متهم پرونده کسی نبود جز وان دیوید. پدر دبنی معتقد بود که اون مقصر ناپدید شدن دخترشه و جرا بحث ضبط شده ازشون توی ماشین دلیلی برای همین قضیه است. این مورد باعث شد تا توی فضای مجازی همه بر علیه دیوید صحبت کنن و قضیه تا جایی پیش رفت که دیوید مجبور به دفاع از خودش شد و همه اتهامات رو رد کرد.
او گفت که جر و بحثش توی ماشین به این دلیل بوده که از دبنی آدرس خونه‌ش رو خواسته، اما دبنی که اصلا توی حال خودش نبوده به هیچ کدوم از این درخواست‌ها پاسخی نمیداده. دیوید که از این قضیه عصبانی شده بوده به ایوان پیام میده و ماجرا رو بهش توضیح میده، اما ایوان هم نمیتونسته توی این زمینه کمکی بهش بکنه، چرا که تازه همون شب با دبنی آشنا شده بوده. در نهایت 13 روز بعد، یعنی در 22 آپریل، کابوس همه به واقعیت تبدیل شد و جسد دبنی در مخزن آب رستوران موتل نووا کاستیا پیدا شد. ظاهراً کارکنان موتل از بوی بدی که حس می‌کردن شکایت می‌کنن و پلیس برای بررسی علت حاضر میشه و جسد دبنی رو توی مخزن آب پیدا می‌کنه. این مخزن حدوداً 9 متر با جایی که دبنی آخرین بار توسط دوربین ملبسه نشون داده شد فاصله داشته و در همون جهتی بوده که دبنی حرکت می‌کرده. مورد عجیب اینجاست که منطقه‌ای که این مخزن قرار داشته با دیوارهای بلند حدوداً 3 متری و همینطور سیم خاردار محصور شده بوده و دسترسی بهش یه جورایی غیر ممکن بوده. گزارش اولیه پزشکی قانونی و پلیس به این صورت منتشر شد که دبنی به صورت اتفاقی داخل مخزن افتاده و به سرش ضربه وارد شده و بعدش هم غرق شده. گزارشی که البته کاملا در تضاد با چیزی که قبلش گفتن. طبیعتا این گزارش با مخالفت خانواده دبنی مواجه شد و کار با شکافی دوم انجام شد و این دفعه جزئیات بیشتری ارائه شد. اولی که هیچ آبی در ریه‌های دبنی وجود نداشته و این مورد امکان غرق شدگی رو رد میکنه و مشخص میکنه که دبنی قبل از افتادن داخل مخزن جونش رو از دست داده بوده. همچنین توی این گزارش گفته شده که ضربات متعدد از زوایای مختلف با جسم فلزی به جمجمه و صورت دبنی وارد شده و علت مرگ صدمه شدید جمجمه اعلام شده. همچنین آثار آزار جنسی هم وجود داشته. این همه تناقض بین گزارش کارباچکافی خیلی عجیب و مشکوکه. با توجه به اینکه هیچ پیشرفت دیگه‌ای در این پرونده وجود نداشته، با جمع‌بندی اطلاعات و شواهد موجود 3 تئوری اصلی رو میشه در نظر گرفت. تئوری شماره 1: طبق شک اولیه همه، خوان دیوید دبنی رو به قتل رسونده و جر بحثشون هم مدرک این قضیه است. البته این تئوری به شخص برای من خیلی قابل قبول نیست به چند دلیل. یکی اینکه هیچ دوربینی دیوید رو در حال نزدیک شدن به موتل و دبنی ضبط نکرده و جلوی از این او حتی خبر نداشته که باید برای برگردوندن دبنی به دنبالش بیاد. مورد بعدی اینکه خیلی از افراد حاضر در مهمونی دیوید دیدن که دبنی رو سوار کرده و یه جورایی منطقی نیست که بخواد همچین کاری رو با اون همه شاهد انجام بده. مورد بعدی اینکه اون همه پیگیری و نگرانی دیوید و پیامش به ایوان برای شرح وضعیت دبنی یه جورایی این تئوری رو رد میکنه. علاوه بر همه این موارد، اگر دیوید همچین قصدی داشته، چرا باید اون عکس از دبنی برای دوستش میفرستاده و لوکیشنش رو بهش میگفته و خودش رو توی خطر قرار میداده؟ به نظر من این تئوری با عقل جور در نمیاد. با توجه به رفتار عجیبی که دبنی توی مهمونی از خودش نشون داده، خیلی این فرضا کردن که شخص ناشناسی که توی مهمونی حاضر بوده چیزی داخل نوشیدنی دبنی ریخته تا ازش سوء استفاده کنه. بعد از مدتی که اون ماده اثر میکنه، این فرد ناشناس به سراغش میره و همین هم باعث میشه که دبنی از دست اون فرد به دستشویی مردونه فرار کنه و خودش رو حبس کنه. همین تاثیر دارو باعث میشه که دبنی رفتار عجیب از خودش نشون بده و توی ماشین هم با دیوید بحث کنه و در نهایت از ماشین پیاده بشه. دیوید هم به ایوان این قضیه رو اطلاع میده و ایوان هم که از وضعیت دبنی نگران بوده، به بقیه افراد حاضر در مهمونی که اون فرد ناشناس هم جزوشون بوده قضیه رو اطلاع میده. فرد ناشناس که حالا متوجه وضعیت دبنی شده بوده، به سراغش میره که کار نیمه تمومش رو تموم کنه. با توجه به اینکه فاصله برگزاری مهمونی تا جاده‌ای که دبنی در اونجا قرار داشته کم بوده، قطعا پیدا کردنش برای اون شخص کار سختی نبوده. تئوری شماره 3: قاتلی که به صورت اتفاقی اون اطراف وجود داشته دبنی رو میبینه و نقشه شومش رو اجرا میکنه. با توجه به آمار بالای افرادی که توی منطقه ناپدید میشن، این تئوری خیلی دور از ذهن نیست، اما بازم این مسئله که چطوری این فرد به مخزن آب دسترسی داشته جای سوال داره. با توجه به همه این موارد، یک سری سوالات به وجود میاد که البته پاسخی براشون وجود نداره. سوالاتی از قبیل دلیل تغییر رفتار ناگهانی دبنی چی بوده؟ آیا صرفا به دلیل مصرف الکل بوده؟ طبق گفته دوستان دبنی، این اولین باری نبوده که اون الکل مصرف میکرده و این تغییر رفتار نمیتونه صرفا برای الکل باشه و همینطور اونها هیچ موقعی از مهمونی اون ندیدن که دارو یا ماده خاصی مصرف کرده باشه. این مورد نشون میده که دبنی تحت تاثیر ماده خاصی نبوده، حداقل به خواست خودش. مورد بعدی این که چطور این همه تناقض بین دو گزارش کارباچکافی وجود داره. چطوری ممکنه که توی گزارش اول کسی متوجه صدمات و جراحات صورت جمجمه دبنی نشده باشه؟ آیا صرفاً اشتباه ساده بوده و یا اینکه قضیه پیچیده‌تر از این حرفاست و پلیس عمدن گزارش رو به صورت غلط منتشر کرده؟ همچنین شایعاتی وجود داره که صاحب موتل نووا کاستیا با فرماندار شهر آشنا بوده و این میتونه توضیحی باشه برای اینکه چرا دلیل قایم شدن دبنی در گوشه باغچه موتل مشخص نشد. آیا فیلم‌ها دستکاری شده بودن یا اینکه کسی که دبنی رو به قتل رسونده به صورت کامل از اون منطقه شناخت داشته و از وجود دوربین‌ها آگاه بوده؟ این شایعات اونجای قوی‌تر میشن که میدونیم مخزن آب رستوران با دیوارهای بلند و سیم خاردار محصور بوده و دسترسی بهش کار هر کسی نبوده. به هر حال با وجود تمامی این موارد هیچ پاسخ قطعی برای این سوالات وجود نداره و هنوز هم مشخص نیست که اون شب چه اتفاقی برای دبنی افتاد. عدم پیگیری درست پرونده و انتشار گزارش‌های نادرست توسط پلیس نشون دهنده اینه که دبنی احتمالاً آخرین قربانی نیست و اتوبان مرگ انتظار قربانی بیشتری رو میکشه.